بعضی نفران بعدی مطالعه کتاب‌های ترجمه کرده ما سوال میکنند که کتاب‌های ترجمه کرده شما برای ما بسیار مرکب و نافهم و پرمعما هستند. ما یعنی به دشواری میفهمیم آن واژه و کلمه‌های استفاده برده شما را. راستی در واقع برای پاسخ دادن به این پرسش مشکلی میکشم. مرکب یعنی چی؟ آن چی نمیفهمیم یا فهمیدن نمیخواهیم. دیگر اینکه ادبیات آسانی و مرکبی ندارد. ادبیات هم علم است، هم زیباشناسی است، هم فلسفه است و هم دین است. خلاص همه چیز است. زیرا انسان امروز پیشرفتی آن علم و تکنیکی معاصر است. ادبیات با انسان سر و کار دارد. ادبیات تنها از کلمه ادب گرفته نمی شود که فقط آداب و اخلاق را استفاده کند. دیگر اینکه ادبیات محفل هوسکاران نیست. اگر خواننده همچنان فکر میکند خیلی فریب خورده است و خود را ادبیات آموزش و تحقیق همه عمره یک ادیب است در طول زندگیش. به همین خاطر وظیفه خواننده است که به مسئله های گذشته یک ادیب فکر کند، اندیشه کند. لحظه در غفلت بودن در مورد مطالعه کس را از جریان زندگی حتی بیرون میکشد. فکر میکنم که شما به این سوال خود پاسخ گرفته باشید عزیزان. شما ببینید وقتی که شما میخواهید تغییر کنید، اصلاح کنید، اما حفظه یک لغت را در کتاب‌های لغت یعنی فرهنگ‌ها و یا حتی در اینترنت در مثلا سایت واژه‌جو که مثلا فرهنگ امید، فرهنگ زبان تاجیکی، فرهنگ چراغ‌دوده و چندین فرهنگ‌های دیگر را که در آن وارد کرده است، شما هر یک کلمه دشوار را می توانید در آنجا جستجو و پیدا کرده مضمون کلمه را فهمید. یعنی این به معنی آن نیست که شما همین مفهوم را اگر دانید شما به ادبیات پس نیاز ندارید. ادبیات، تاریخ، عموما آثاری هنری معنیش این است که شما را از آن جایی که هستید کمتر بیرونتر، کمتر پیشتر برند. هدفی ادبیات همین است. هدفی یک ادیب وقتی که یک اثر تالیف میکند از همه گونه علم ها وقتی که استفاده میکند، مثلا از دین، از فلسفه، از روانشناسی، از دیگر مکتب های ادبی وقتی که مواد جمع کرده و یک اثری هنری، یک اثری بدیعی میآفرد، این معنی آن را دارد که خواننده باید آماده باشد برای درکش، برای هضمش، برای حل و برای پیشنهاد و برای مسئله گذاری کردن. به همین خاطر من فکر میکنم که آثار امروزی ادبیات جهانی به چند دانش نیاز دارند که یک خواننده باید چندین چی را باید داند تا اینکه یک اثری جهانی یا یک اثری وطنی را به طور پررنگی مکمل فهمد. مثلا یک مثال عادی میارم برای شما. و در افسانه سیزیف میگویند که پیش از مثلا یونان بود و یونانیان آن را به فلسفه و ادبیات وارد کردند و امروز یک نویسنده میخواهد که آبرزی مثلا سیزیف را شرح دهد، او تنها یک عباره میآورد که مثلا مانند سیزیف. اگر شما سیزیف را ندانید چگونه میتوانید که آن معنی و آن پیشنهاد و یا هدف و نیتی مثلا یک ادیب را فهمید؟ ما عزیزان همه وقت دو نمودی تکست داریم. یک تکستی که ما او را میخوانیم، میبینیم، یعنی تنها با همون تکست قانع میشیم، و اگر ما کمتر به عمق‌تر نگاه کنیم در پس آن تکست یک مضمون، یک هدفی نویسنده می‌ایستد. خواننده های واقعی کسبی آنهایی هستند که پسی تکست را نگاه میکنند، یعنی به عمق و به باطن اثر وارد میشوند. به همین خاطر عزیزان من چی گفتنیم؟ وقتی که واقعا شما میخواهید یک چی را بفهمید، رشد کنید و کمال یابید، به یک کلمه، به دو کلمه یک اثر را بها ندهید. وقتی که شما در یک صفحه یک کلمه را نمیفهمید، معنی آن ندارد که ترجمه خراب است
یا ادیب نتوانست یک مثلا جمله زیبایی را آورد، این از شما خواننده وابستگی دارد که حتما اون یک کلمه که نمیفهمید اون را جستجو کنید، پیدا کنید و آن معنی را برای خودتون کشف کنید. ادبیات همین است، هنر همین است و علم همین چیز را تقاضا میکنه. در عصر 21 امروز شما رفته یک فرهنگ رو به ورق نمیزنید، همون یک کلمه را در اینترنت اگر که پایستید یعنی جستجو کنید حتما میابید. به همین خاطر من فکر میکنم که دشوار بیانی و یا مرکب بیانی این از ادیب نیست، این مشکل خود شما هستید که یک موادی، یک متن ساده را مرکب بدانید و یا یک متن مرکب را ساده بدانید. چون یک عباره هم هست که میگن هیچ چیزی زیبا مطلق نیست، هیچ چیزی ساده مرکب نیست و نه همه آن چیزی که مرکبن واقعا مرکبن. این ما انسان ها ساده و مرکب را تقسیم میکنیم. به همین خاطر به همین آنهایی که با ما هستند و کتاب های ما رو مطالعه میکنند، فکر و نظری خودشون را با ما پیشکش میکنند، بسیار منتدار سپاس میگوییم و ما هم همه تلاش، کوشش و خرجمون را میکنیم تا اینکه کتاب های خوب و خواندنی را پیشکش شما عزیزان گردانیم و توانیم در یک جایگی کتاب های بهترین را دسترسی شما عزیزان گردانیم. موفق و سربلند بمانید.